برای چی مصر انقلاب کرد، از حالت بد به بدتر رفت؟ باید که برای ما و شما درس باشه. برای چی امروز در سر قدرت باز همون نفرهای ارتش باز در سر قدرت قرار دارن و حالت مردم باز هم بدتر کردن، باز هم همون حالت فرعونی است؟ برای چی؟ اینو باید برای ما و شما درس باشه. ما باید که کوشش تلاش کنیم که در آینده همین خطاگی را ما چیکار کنیم، یعنی که تکرار نکنیم. تاریخ هم میگن نباید برای اون بخونی که بگوی چیزی را بدونم، نه، تاریخ برای اون باید بخونیم که بدونیم چی گذشت و در آینده استفاده بریم، یعنی کارهایی که مثبت است استفاده بریم برای منفعت مردم و اون پهلوهایی که منفی که بود کوشش کنیم که اونها را ما تکرار نکنیم. تاریخ برای این است. و امروز هم هر یک شما امکانیت بیشتر دارین برای خواندن و همچنین امکانیت بیشتر دارین برای دیدن با چشم خود. امروز در بسیار کشورها انقلاب ها می شوند، پیکت می شوند، میتینگ می شوند، مارش میگذره. میتونین در اونجا برین نظارت کنین، دخالت نکنین، نظارت کنین، ببینین و تجربه بگیرین. و همه اینا چگونه گفتیم برای ما درس باشن. یک چیز وقتی که روز شد، البته که تاجیکستان یک روز به این میرسه، چون دیگر بدون این راه ما مردم به آزادی نمیرسه، به سربلندی نمیرسه. اون هم باشه انقلاب. تاجیکستان انقلاب منتظر است، یک انقلاب در اونجا میشود. خب و روزش رفت انقلاب شد، مردم در یک چیز باید فراموش نکنند. چگونه گفتیم که درس عبرت باشه همه این چیزها. یکم چیزی که میشوه، هیچ وقت نباید دنبال نفرهای بروند که تصادفی در اون روز پیدا میشوند. هیچ وقت در هیچ حالت نفری که تا اون روز ندیده بودین، نمیدونستین و یک کس برآورد گفت که همین شما قبول کنید، در هیچ حالت در هیچ وقت نباید شما این خطاگیده راه بدین. به مثلی که ما این خطاگیده در گذشته خود مردم ما به این راه دادیم و تا این روز داریم رنج میکشیم. هیچ وقت این خطاگی باید نشود. حتی در قرآن ما و شما را یعنی که هشدار میدهد که هیچ وقت کرکرانه نرین دنبال کسی یا چیزی که از اون معلومات ندارین. همه وقت با اون نفرهایی باشین که برنامه‌شون پیشنهاد کردن یا که شما میدونین، میشناسین، پیگیری کرده. امروز در میدان سیاسی تاجیکستان خوشبختانه چنین نفرها کم نیستن، زیاد هستن چنین نفرها. حتما پیگیری کنین و دنبال اونا باشین و در آینده هم پیدا میشوند. قدم ها نزدیکتر شید. چگونه در روز اول میگفتیم، یعنی البته خوب است، ما طرفدار اینم هستیم که پیدا شدن میگیرن و در آینده هم باز نفرها زیاد میشوند، مطمئن باشید. خب چیز دیگری هست که به اشتباه راه نتین. ما و شما برای ما و شما درس عبرت باشه. این چی است؟ در هیچ حالت، در یگان حالت، در خیمه هاتون، در وقتی که در خیمه میمونید، هیچ وقت در خیمه شما اونجا یک آقای باید شرکت نداشته باشه که از داخل اون خیمه شما را بگه که چی شیار بزنه. هیچ وقت یک آقای اونجا بشینه و شما را دیکتاتون کنه که چی کار باید کرد. هیچ وقت در این راه نتین. یا که در خیمه دیگر اونجا یک نمیدونم تورش دیگر، خب رفیق نمیدونم پپاف یا مپاف یا کیف دیگر در اونجا با شما نشون میده که چی باید کرد. نه، مردم تاجیکستان باید خودشون به نفرهایی که اعتماد دارن، اعتقاد دارن، دنبال اونا باشن، به اون برنامه ها بروند. وقتی در میدان قرار دارین باید برای ما و شما درس عبرت باشه. هیچ وقت از شیارهای استفاده نبریم که فردا باعثی سرسانی و سرگردانی ما بشه، به مثلی که در سالهای 90 ما تکرار کردیم، به مثلی که نسبت اسلام، نسبت مسلمان، نسبت امریکا، مرگ بر روسیه، به اینا. یعنی از دو طرف آقاها جمع میشوند و ما شیار میتن، ما شیارهای اونو را داد میزنیم. هرگز و هرگز به این باز تکرار نکنین، به این اشتباه دست نزنین، چون این اشتباه ها نباید دیگر بشوند. هیچ وقت اون اشتباهی که ما و شما در گذشته کردیم نباید که تکرار شود. مرگ به فلان کشور، مرگ به اونجا، نسبت اسلام یا حسبت اسلام، نباید ما از اینا استفاده بریم. ما و شما فقط باید برای آزادی و بازم برای آزادی حرف بزنیم. در حالتی که ما و شما آزادی را به دست آوردیم، در اون حالت
بعد ما میتونیم که دفاع از اسلامی خدمت کنیم، دفاع از دینی خدمت کنیم، دفاع از مال ملک خدمت کنیم، از کشوری خدمت کنیم، از حق و حقوق خدمت کنیم، از فرزندمون، از تجارتمون، از هر چی که باشه. تا اون زمانی که ما و شما آزادی را به دست نیاریم، در یگان تا اینا را ما به دست آوردن نمیتونیم. هیچ کام اینا را ما نمیتونیم. برای هر یک کدامتون معلوم است، برای هر یک کدامتون معلوم است که امروز از حسابی که ما و شما آزاد نیستیم نمیتونیم که چیزی را دفاع کنیم، نمیتونیم، به خاطری که آزاد نیستیم. چیز دیگری که برای ما و شما درس باید باشه، درس عبرت، اونی است که کشور سوریه برای چی اپوزیسیون سوریه شکست خورد و تا امروز اونجا همون نفری که دوران از 50 سال زیاد سلاله خودشون تشکیل کردن حکمران است. یک نفری که تا دست و بنی و گوشش همش آغوشته خون است. برای چی تا امروز در اونجا است؟ به خاطری که اونها تانستن بازی کنن به دست انقلابچی ها، به دست اون نفرهایی که در تظاهرات شرکت دارن، به دست اونها یراق دادن. یعنی ما و شما باید که کوشش کنیم، هر قدر میتونیم کوشش کنیم یراق به دست نگیریم. در یگان حالت باید ما و شما یراق به دست نگیریم. اینجا بازی های بزرگ میکنن، خیلیش که ما و شما را احساساتی کنن، کوشش میکنن. خب بعضی بازی های دهشت انگیز دارن، خیلی کوشش میکنن. از پهلو بعضی نفرها همچون دوست پیدا میشن و ما و شما یراق پیشنهاد میکنن. بعضی نفرها پیدا میشن در گوش های ما و شما افسانه های زیاد میخونن که دنبال شما قواهای بزرگ است، شما اینها را بگیرین یراق دیگه. در هیچ حالت راضی نشین، یراق به دست نگیرین، هیچ وقت. و امیدوار هستم که ما و شما با اون خطاگی های گذشته یا که خطاگی های دیگر کشورها راه نمیتیم و اونا برای ما و شما درس عبرت میشوند. و یکی از بزرگترین اشتباه دیگری که در کشور مصر شد، اون چیزی است که اونم باید ما تکرار نکنیم. برای چی امروز مردم مصر بازم در زیر ظلم قرار دارن، باز هم همون بیکاری، باز هم همون کروپسیا، باز هم همون ظلم دیگر چیزها. چقدر نفرها را میدونه که در میدان رابیا چقدر نفرها را خب حکومت شرکت به قتل رسوند. اونجا بعضا بازی های خودشونه. پیش از اون در دوام محمد مرسی بودن چندین وظیفه در جای مسیحی ها دادن. اینا همه یک بازی ها بود به خاطر یک مناقشه و بدبینی بین مسلمان ها و مسیحی و اینها دیگر. خب چیزی که گفتم که باید که ما و شما راه نتیم و بالای او خیلی دقت کنیم. خیلی مسئله مهم است. میگن که وقتی اگر که یک درخت چپه کردی، میمون هایی که زیاد اذیتت میکنن در بالای یک درخت جمعن. وقتی که درخت چپه کردی، اون میمون ها به هر طرف فرار میکنن. اهمیت داده باشین، میمون ها هر طرف فرار میکنن، یک طرف نه. و درست است، دیکتاتورها امروز به مثل یک درختن، در اطراف در بالای اونها میمون های زیاد است. میمون ها کیا هستن؟ همون نفرهایی که یک نفر استفاده میبرن، واقعا دیکتاتورها را استفاده میبرن. غیر از اونی که خواجه‌های خارجی بیرون ندارن، باز در داخل نفرهای دارن که در اطراف این جمع میشوند. تا اون زمانی که این در سر قدرت هست، این نفرها در اطراف اونن وظیفه‌های دیگر را میگیرن و زندگی خودشون، یعنی که اون گونه که میخوان پیش میبرن. همونا مثل میمونا هستن که با مردم میمون بازی میکنن و در حالت دیکتات را سرنگون کردن، این میمون ها چیکار میکنن؟ و هر طرف فرار میکنن. اما در حالتی اگر که این میمون ها را سرشته نکردیم، میمون ها برای خود باز یک درخت دیگه پیدا میکنن، انتخاب میکنن، یک درخت دیگه را باز پیدا میکنن، اونجا سرجم میشن و از اونجا باز اذیتت میکنن. باز یعنی که میمون بازیشون ادامه میدن. اون چیزی که ما در مصر دیدیم، یعنی که یک درخت دیگر ساختن، میمون ها باز در اون درخت جمع شدن و با مردم دارن امروز میمون بازی میکنن. همین منظور ما، امیدوارم که فهمیدین. نفرهایی که امروز با مردم ظلم میکنن، بزرگترین اونا، کلانترین اونا، ظالمی اساسی معلوم است، این رئیس جمهوری تاجیکستان است و او حتما باید سرنگون شود و به جوابگری کشیده شود. لیکن نه تنها او
باید در اطراف اون نفرهایی که به مردم ظلم کردن، همون نفرهایی که مثل میمونه که در یک درختن، اون نفرها هم باید که حتما و حتما به جوابگاری کشیده بشن. مهم نیست در اون روز ما هستم نیستم یا دیگر برادرها کی در قید حیات هست یا نه، این سه مردم باید شما فراموش نسازید که نه تنها اون ظالمی کلانه، حتی بعضا نفرهایی که میدونین مهم نیست من اسمشون بگم، نفرهایی که ما در کتاب سیاه خود علاقه جا دادیم و امروز هم کار داریم، یعنی اون نفرها حتما و حتما باید که به جوابگاری کشیده بشوند، وگرنه که همون میمون ها میشن برای خود با یک درخت دیگر پیدا خواهند کرد. فراموش نسازید که انقلاب پایان کار نیست، انقلاب پایان کار نیست. مرحله مشکل تر بعد از انقلاب است. یک مدت طولانی نه، یک مدتی است که خیلی مشکل است. اگر که ما او را پشت سر کردیم انشالله که آیندهمان بعد واقعا اون وقت درخشان خواهد شد. اگر که نتونستیم، نه، انقلاب ضررش بیشتر می شود از فایدهش. اگر که ما بعد از انقلاب همون مرحله که گفتیم اون را پشت سر نکنیم، یا مرحله دشوار است که در یک جایگی اونجا باید ما نفسای خودمون در درجه اول باید نفسمون بکشیم، خطایی اون پیشتر را نکنیم، باید چیکار کنیم؟ یعنی که همون مرحله را در یک جایگی بگذاریم. این هم دیگر موضوع دیگر است، موضوع بزرگ در اینجا وقت صرف نمیکنیم، زیاد حرف نمیزنیم. فقط همین که فراموش نکنیم انقلاب پایان کار نیست و هر چیزی که امروز حرف زدیم، هر چیزی که شما امروز خود مشاهده میکنین میبینین، برای ما و شما باید که درس عبرت باشه.